تا حالا شده توی یه لحظه مهم مغز دو صدای مختلف داشته باشه. یکی میگه بپر، این بهترین فرصته. اون یکی میگه نه، وایسا، صبر کن، خطرناکه. انگار توی سر دو تا آدم با هم صحبت میکنن. واقعیت اینه که مغز ما دو سیستم تصمیم گیری داره. یکی سریع و شهودی، بهش میگن سیستم یک. این همون بخشیه که بر اساس غریزه و تجربه‌های قبلی توی کسری از ثانیه تصمیم میگیره. اون یکی سیستم دو آرومتره، منطقی فکر میکنه، مزایا و معایب رو میسنجه و گاهی حتی زیادی کندعمل میکنه. وقتی برای خرید هیجان زده میشی، سیستم یک فعاله. وقتی میشینی با حساب و کتاب بودجه بندی میریزی، سیستم دو کار میکنه. ولی مشکل اینجاست. ما خیلی وقتا یا زیادی اسیر سیستم یک میشیم و تصمیم‌های عجولانه میگیریم یا توی سیستم دو گیر میکنیم و هیچ حرکتی نمیکنیم. دانشمندان میگن کلید ماجرا اینه که یاد بگیری کی به کدوم سیستم اعتماد کنی. تصمیمات کوچیک و روزمره بسپار به سیستم یک. زیاد سختش نکن. ولی برای تصمیم‌های بزرگ زندگی یه مکس بده، سیستم دو رو روشن کن و بعد انتخاب کن. و این مهارتیه که با تمرین بهتر میشه. مثل یه عضله ذهنی که هرچی بیشتر استفادهش کنی قوی‌تر میشه. پس امروز قبل از هر تصمیم مهم یه لحظه وایسا و از خودت بپرس این صدا از کدوم سیستم میاد؟ فقط همین آگاهی کوچیک میتونه مسیر انتخابتو عوض کنه.